مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظیم. خدمت بینندگان و همه عزیزان و علاقمندان شبکه جهانی وصال حق، خدمت همه عزیزان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. شما را به برنامه الگوهای هدایت خوش آمدید میگویم. برنامه‌ای که واقعاً برنامه است که سرنوشت ساز هست. ما الگوهای خوب و زیبا را باید که از لابلای قرآن و احادیث گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بشناسیم. در جلسات گذشته و برنامه‌های گذشته پیرامون جایگاه صحابه و مقام الصحابه و فضیلت اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دیدگاه قرآن و احادیث گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اشارات مختصری داشتیم. رسول نازنین صلی الله علیه و سلم می فرمایند: اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، او کما قال. صحابه من می فرمایند مانند ستارگانی هستند که به هر کدام ایشان اقتدا کنید هدایت می شوید. وقتی می بینیم همه خوبی ها، همه زیبایی ها در وجود اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و در زندگی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم موجود هست. امروز جوانان ما وقتی شناخت با صحابه ندارن، شناخت با شاگردان مکتب رسالت ندارن، بسیاری از جوانهای ما امروز اشخاص دیگری را برای خود اسوه و الگو قرار دادن و تا حتی متاسفانه بسیاری از جوانان مسلمان غیر مسلمان ها را در عرصه های مختلف برای خود اسوه و الگو قرار دادن. ما بهترین اسوه ها داریم، ما بهترین الگوها داریم، ما بهترین مربیان داریم که آنها تربیت یافتگان مکتب نبوت هستند. وقتی میگیم همه خوبی ها، همه زیبایی ها در وجود صحابه و در زندگی صحابه موجود بود، یعنی چی؟ اگر از لحاظ ایمانی بگیم بهترین ایمان اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. اگر از اخلاص بگوییم بهترین اخلاص صحابه بود و اخلاص صحابه هست. اگر از شجاعت بگوییم و غیرت بگوییم
بهترین شجاعت، بهترین غیرت شجاعت و غیرت صحابه هست. اگر از جود و سخا بگوییم، سخاوت بگوییم، بهترین جود و سخا جود و سخاوت صحابه بود. اگر از لحاظ عدالت بگوییم، بهترین عدالت عدالت صحابه هست. اگر از دوران بگوییم، بهترین دوران اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. اگر از فرهنگ بگوییم، بهترین فرهنگ صحابه هست. اگر از محبت بگوییم، بهترین محبت صحابه هست. اگر از زهد و تقوا و پرهیزگاری بگوییم، بهترین زهد صحابه، بهترین تقوای صحابه. اگر از لحاظ علم و دانش بگوییم، بهترین علم دانش صحابه هست. و خلاصه امروز در دنیا بحث مدال ها مطرح می شود. در عرصه های مختلف انسان در عرصه علم و دانش و در عرصه ورزش و در عرصه های خلاصه گوناگون انسان ها در روی زمین مدال می گیرن، اما بهترین مدال صحابه گرفتن. بهترین مدال صحابه هست. او را از جانب کی گرفتن؟ بهترین مدال صحابه از جانب رب العزت، از جانب رب العالمین، پروردگار زمین و آسمان، از جانب آن خدایی که صاحب عرش و فرش است، از جانب آن ذاتی که الله لا اله الا هو الحی القیوم، از جانب آن ذاتی که شریک ندارد، مثل ندارد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، از جانب مالک یوم الدین. کدام مدال را گرفتن؟ این مدال ارزش داره. رضی الله عنهم و رضوا عنه. پس بهترین مدال صحابه هست. ای انسان مسلمان، من برای تو خواهر و برادر میگویم، اگر میخواهید خوشبخت دنیا و آخرت شوید، باید راه صحابه را تعقیب کنید. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. هدایت میشوید. همه بهترین ها، همه ارزش ها، همه خوبی ها در زندگی صحابه پیدا میکنی. همه خوبی ها در زندگی صحابه هست، همه موفقیت ها، همه ارزش ها. چرا این همه خوبی ها و همه ارزش ها صحابه از کجا آوردن؟ چون معلم و مربی زیبایی داشتن، سردار انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. معلم خوب شاگرد خوب تربیه می کند. مربی خوب، مربی زیبا و موفق، شاگرد زیبا و موفق تربیه می کند. پس بناءً ما در این برنامه الگوهای هدایت به توفیق الله سبحانه و تعالی، به یاری پروردگار عالم، شروع می کنیم به معرفی صحابه، معرفی اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. چه خوب است که از ابتدا بپردازیم به نخستین جانشین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کی جانشین می شود؟ کدام شخص این لیاقت و شایستگی را دارد که در مقام و در جایگاه سردار انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم قرار بگیرد؟ اولین خلیفه و اولین جانشین بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم کی هست؟ خوب است که این را بدانیم. لحظه حساس و سرنوشت ساز، زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به دیدار پروردگار عالم شتافتن، که هنوز اسلام در برابر اقیانوس
بیکران جاهلیت، یعنی با عقاید شرکی، با اخلاق حیوانی و رفتارهای وحشیانه و در برابر جوامع فاسد و حکومتهای ظالم و بیدادگر همچون جزیره کوچکی بود. دامنه اسلام هنوز وسیع نشده بود، فقط در برابر حکومتها و قدرتها و امپراتورهای وقت و زمان جزیره کوچکی بود. عربها تازه مسلمان شده بودند. رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بزرگترین آزمایش به مسلمانان بود. ادیان بزرگ قبل از اسلام که پیروان آنها روزی مناطق وسیع از دنیا را در دست داشتن، مثل برهمایی، بودایی، زرتشتی، یهودیت، مسیحیت، پیروان اینها روزی مناطق وسیع دنیا را در دست داشتن. اینها تصمیم حکومت داشتن، تصمیم این را داشتن که در روی زمین حکومت کنن، تصمیم این را داشتن که در روی زمین اینها خلاصه ادعای این را داشته باشن که ما وارث زمین هستیم. ولی الله سبحانه و تعالی انسانهای متقی و پرهیزگار را می آورد وارث زمین می کند. و خلاصه بعد از رحلت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم همه این ادیان، همه این گروه ها، حتی مشرکینی که در اطراف و اکناف جزیره العرب قرار داشتند، منافقینی که از هر طرف انتظار فروپاشی مسلمان ها و نظام مسلمان ها و این حکومت نوپای مسلمان ها هر لحظه انتظار فروپاشی داشتند. خلاصه رسول معظم اسلام وقتی از دنیا می روند، تمام دشمنان متوجه می شوند که شاید مسلمان ها دیگر آن ابهت و آن شوکت و آن قدرت و آن عظمت خیش را از دست بدهند. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف می برند، قبل از همه چیز مسلمان ها قبل از همه چیز نیاز به انتخاب خلیفه و جانشین دارند. خیلی مسئله مهمیه. قبل از همه برنامه ها، حتی قبل از دفن رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، با بزرگترین موضوع که مسلمان ها سخت نیازمندن، مسئله خلیفه، مسئله جانشین هست. حالا این کیست؟ این کیست که در این مسند قرار گیرد؟ این کیست که این لیاقت و شایستگی را داشته باشد که بعد از رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم راهنمای جامعه قرار بگیرد؟ نمی شود دست یک انسان را گرفت و او را به عنوان جانشین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرار داد. باید شرایطی داشته باشد، ویژگی ها و شرایط لازم برای جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. این شرایط را کی دارد؟ این لیاقت را کی دارد؟ کدام شخص؟ کدام انسان؟ به طور خلاصه و فشرده من 10 ویژگی و شرط از شروط جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بیان می کنم. اول، آن کیست که این شرایط و این ویژگی ها در وجودش باشد؟ اول، در طول زندگی با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. دوم، همواره مورد تأیید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرار گرفته باشد.
سوم، در امور مهم و اساسی دین جانشین و نماینده قرار گرفته باشد. چهارم، در مراحل حساس که انسان جز فردی را که به او اطمینان و اعتماد کامل داشته باشد به همراهی بر نمیگزیند او را به همراهی خیش انتخاب کرده باشد. الله اکبر. این کی خواهد بود؟ کدام شخص خواهد بود؟ پنجم، از ویژگی ها و شرایط لازم برای جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، پنجم این که دارای روحیه قوی که در برابر طوفان ها و همچنین در برابر گردبادهای تندی که قلوب بسیاری از مؤمنان مخلص را به لرزه می اندازد، این جانشین مانند کوه استوار و ثابت قدم باشد. ششم، تسلی بخش قلوب پیروان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده و دین و عقیده راسخ را در استقامت و پایداری ایفا نماید. هفتم، از این ویژگی ها در زمان حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با اسلام زیسته و از شناخت دقیق اسلام و درک موقعیت آن برخوردار باشد. در تمام احوال، چی در حالت صلح یا جنگ، چی در حالت خوف یا امن، چی در حالت تنهایی یا اجتماع، چی در حالت تنگ دستی یا رفاه، عملی و شیوهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را الگو و نمونه قرار دهد. هشتم، دارای غیرت شدید دینی باشد که محبوب ترین دوستان او مانی اهداف خداپسندانه او قرار نگیرد. نهم، در اجرای خواسته ها و آرزوهای بجامانده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از رحلت وی عزم آهنین و شکست ناپذیری داشته باشد. دهم، از این ویژگی ها و شرایط، دهم، از دل بستن به دنیا و مظاهر فریبنده آن چنان گریزان باشد که نظیرش جز در پیشوای او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یافت نشود و هرگز در فکر حکمت و گسترش آن برای فرزندان و خویشاوندان خود نباشد. این ویژگی ها در وجود کدام شخص پیدا می شود؟ این شرایط و این ویژگی ها خاصه کدام شخص هست؟ انشاءالله خواهد گفتیم که این ویژگی ها در وجود کدام صحابه و در زندگی کدام صحابه و او لیاقت و شایستگی جانشینی پیامبر صلی الله علیه و سلم را کی دارد، بعد از یک وقفه انشاءالله بیان خواهد شد. موفق باشید. وصال حق، تابشی از قرآن و سنت. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. بگو آیا از معبودانتان کسی هست که به سوی حق هدایت نماید؟ بگو الله به سوی حق هدایت می کند. آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند بیشتر سزاوار پیروی است یا کسی که تنها در صورتی هدایت می یابد که او را هدایت کنند؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ خدمت سروران عزیز و بزرگوار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع برنامه ما شرایط و ویژگی های جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. 10 شرط و 10 ویژگی رو بیان کردیم. حالا این شرایط و این ویژگی ها در وجود کدام شخص هست؟ آیا غیر از ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در وجود دیگر کسی دیده خواهد شد؟ در طول زندگی با پیامبر کی بود؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. همواره مورد تایید پیامبر کی بود؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. در مراحل خطرناک که هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همراه پیامبر کی بود؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. اگرچه متاسفانه انسانهایی که من نمیگم اونها از علم بدورن، اصلا از عقل و فکر بدورن. کسی که ذره عقل داشته باشه شاید چنین حرفای نگه. در بعضی کتب رافضه می‌نویسه، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ابوبکر در سفر هجرت همراه خود بردن به خاطر اینکه او گزارش ندهد و یا اینکه مشرکین را واقف نکند. عجیبه، با چندین دلیل این موضوع رده. به خاطر چی؟ وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حرکت میکنن به سفر هجرت و حضرت ابوبکر صدیق همراه خود میبرن، اعضای فامیل ابوبکر صدیق در جریان هست. اسماء بنت ابی بکر غذا میاره در غار. سبحان الله سبحان الله. که بعداً روی هر یک خلاصه فامیل ابوبکر صدیق واقف هست. چرا اونها گزارش ندادن؟ چرا اونها مشرکین را واقف نکردن؟ از یک جهت دوم، زمانی که مشرکین آمدن به دروازه غار که ابوبکر صدیق میگه یا رسول الله اگر سر پایین کنن ما را میبینن، اگر ابوبکر صدیق در آن لحظه میخواست که گزارش بده، لااقل گلون خود را صاف میکرد، سلفه میکرد، مشرکین متوجه میشدن. از نظر دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که خاک پاشیدن بر روح مشرکین که مشرکین ندیدن، خب میشد که به طرف ابوبکر هم خاک بپاشانن و ابوبکر اونها را نبینه. عجیب. پس در مراحل خطرناک هجرت همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم کیست؟ ابوبکر صدیق هست. نماینده رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال حج که سال اول بر مسلمان ها حج فرض میشه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماینده میفرستن به همراه مسلمان ها در سفر حج. کیست؟ ابوبکر صدیق.
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستور میدن که برو در محراب و برای امت نماز بخوان، برای کی دستور داده میشه؟ برای ابوبکر صدیق. دارای روحیه قوی کیست؟ ابوبکر صدیق. بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت عمر میآید میگه رضی الله عنه اگر کسی بگوید محمد فوت کرده با او برخورد شدیدی میکنم، ولی ابوبکر صدیق با روحیه قوی میآیه آیه مبارکه تلاوت میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. که حضرت عمر میگه احساس کردم این آیه الان نازل شده. این روحیه قوی در وجود کیست؟ در وجود صدیق اکبر هست. تسلی بخش قلوب مؤمنین در دفاع از دین و عقیده کی بود؟ ابوبکر صدیق. در مقابل مرتدین کی ایستاده می شود؟ در مقابل مانعین زکات کدام صحابه ایستاده می شود؟ صدیق اکبر هست. پس این لیاقت و شایستگی صدیق اکبر بوده که بعد از رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به این مقام قرار بگیره. دارای غیرت شدید دینی و عزم آهنین کی بود؟ ابوبکر صدیق. لشکر اسامه وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روزهای اخیری که وقتی لشکر اسامه بن زید را ترتیب میدن به طرف رومیان، 2 روز بعد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف میبرن. وقتی مرتدین پیدا میشه، مانعین زکات پیدا میشه، مشکلات سر راه امت اسلامی میایه، اکثر صحابه مشوره میدن که ای ابوبکر این لشکر فعلا نره طرف رومی ها. میگه والله لشکری که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ترتیب دادن به سمت سوی که او فرستادن باید تأخیر نکنه و روان بشه. این عزم آهنین در وجود کیست؟ در وجود صدیق اکبر هست. آرزوهای بجامانده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کی برآورده میکنه؟ صدیق اکبر. صدیق اکبر که این آرزوی پیامبر اسلام بود که لشکر مسلمان ها طرف روم روان بشه، طرف رومی ها روان بشه، که صدیق اکبر او روان میکنه. خلاصه زاهدترین انسان، خیلی مهمه، زاهدترین انسان، با فضیلت ترین انسان بعد از انبیاء علیهم السلام کیست؟ این یک لحظه فکر کنید بینندگان عزیز و گرامی، یک لحظه فکر. بعد از انبیاء علیهم السلام با تقواترین انسان، زاهدترین انسان، محبوبترین انسان به نزد الله سبحانه و تعالی بعد از انبیاء علیهم السلام کیست؟ ابوبکر صدیق هست. کسی که فضیلتش بعد از انبیاء علیهم السلام باشه، یقینا حرف زدن نسبت به این خیلی سخته. فضیلت و جایگاه این شخصیت و این کسی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم اوصافش را بیان میکنن، کسی که تعریفش را، اوصافش را قرآن بکنه، خیلی سخته که انسان بیاید نسبت به جایگاه چنین شخصیتی صحبتی داشته باشه. بناهن عزیزان من، ارتباط به اسم و نسب و خاندان و کنیه و القاب و فضائل و جایگاه صدیق اکبر انشاءالله به برنامه‌های آینده صحبت خواهد شد، چون وقت برای ما فرصت نمیدهد. انشاءالله ارتباط به مقام و ارزش و جایگاه صدیق اکبر که ما خلیفه اول مسلمین را، جانشین پیامبر اسلام را که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم جانشین قرار میگیره، ما باید بشناسیم،
ما باید این را برای خود اسوه قرار بدیم، این را برای خود الگوه قرار بدیم. واقعا بهترین اسوه اصحاب پیامبر و صدر اصحاب پیامبر صدیق اکبر هست. تا برنامه بعدی که ارتباط به شخصیت صدیق اکبر هست، شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. شاد و موفق و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا.